تصور کن چشماتو ساعت 12 شب میبندی، تار صبح بیدار میشی و حس میکنی انگار یه دوره 10 روزه مدیتیشن توی هیمالیا گذروندی. عجیبه؟ ولی اگه بهت بگم با یکم علم درست، زمانبندی دقیق و چند تا ترفند ناب میتونی انرژیتو پس بگیری بدون اینکه نصف عمرتو توی خواب حروم کنی. چی؟ بیاین رمز داستانو باز کنیم. بیشتر آدما با خوابشون مثل شارژر موبایل رفتار میکنن. اینجوری فکر میکنیم که هرچه بیشتر بخوابیم بیشتر شارژ میشیم، اما بدن انسان اینقدر ساده نیست. حتما شبایی بوده که 9 ساعت خوابیدی ولی صبح مثل زامبی از تخت اومدی بیرون. چرا؟ چون خواب طولانی به معنی خواب عمیق نیست و همینجاست که نکته اصلی معلوم میشه. موضوع زیاد خوابیدن نیست، موضوع اینه که معماری خواب رو بلد باشی. بیایم خواب درست رو بشناسیم. خواب چند تا مرحله داره و هر چرخه 5 تا مرحله است. مرحله 1 و 2 خواب سبک، داری کم کم از هوشیاری جدا میشی. مرحله 3 و 4 خواب عمیق، همون جایی که بدن تعمیرات اساسی رو انجام میده و هورمونا ترشح میشن. مرحله 5 خواب REM، زمان رویا دیدن و مرتب سازی حافظه. هر چرخه خواب حدود 90 دقیقه طول میکشه. حالا اگه وسط خواب عمیق بیدار بشی، بوم، گیج، خسته و در حسرت یک کروسان گرم. ولی اگه درست آخر یه چرخه بیدار شی، باورت نمیشه چقدر سر و حال میشی. پس به جای 8 ساعت خواب شلخته و بی برنامه 3 چرخه کامل رو امتحان کن. یعنی 4-5 ساعت خواب با کیفیت بالا. وقتی قرار کمتر بخوابی هر دقیقه طلا میشه. بیاین ببینیم چطور میتونیم خوابمون رو هک کنیم. حالت غار فعال، اتاق کاملا تاریک، دمای خنک بین 16 تا 19 درجه، بدون سر و صدا، یا اگه نمیتونی از نویز سفید استفاده کن. 1 تا 2 ساعت قبل خواب نور آبی ممنوع. صفحه نمایش گوشی و لپتاپ دقیقاً قاتل خواب عمیقه. نور آبی قاتل تولید ملاتونینه. پس یا حالت شب گوشی رو روشن کن یا عینک بلوکات بزن. یا یه کار خیلی سخت‌تر، گوشی رو بذار کنار. منیزیم، گلیسین و التینین، این ترکیبات طبیعی کمک میکنن سریعتر بخوابی و راحتتر وارد خواب عمیق بشی. التینین که توی چای سبز هم پیدا میشه و استرس رو کم میکنه. مورد بعدی اراده خواب، مثل مسواک زدن نیاز به عادت داره. مدیتیشن، کتاب خوندن، نوشتن توی دفترچه یا حتی گوش دادن به باینورال بیتس به مغز اعلام کن وقت خوابه قبل از اینکه روی بالش بخوابی. حالا میرسیم به نابود کردن چند تا افسانه معروف درباره خواب. بریم چند تا افسانه رو همینجا نابود کنیم. اگه 8 ساعت نخوابم میمیرم. اصلا هم همچین چیزی نیست. نیاز خواب آدم ها با هم فرق داره. حتی بعضی از افرادی که عملکرد فوق‌العاده دارن بدنشون رو طوری تمرین دادن که با خواب کمترم عالی کار کنه. موضوع ساعت خواب نیست، موضوع کیفیت خوابه. چرت زدن کار تنبلاست. نه رفیق، اصلاً چرت‌های کوتاه 20 تا 30 دقیقه‌ای مثل یه دکمه ریست برای مغزن. حافظه، تمرکز و انرژی رو تقویت میکنه. حتی ناسا هم توصیهش میکنه. من جغد شبم نمیتونم زود بخوابم. 90% عادته. تو میتونی ریتم شبانه روزی بدنتو با نور، برنامه ثابت و زمانبندی غذا دوباره تنظیم کنی. حالا میرسیم به ترفندای خواب مخصوص ارتش. میخوای توی 2 دقیقه بخوابی؟ این روش مخصوص نیروهای نظامی آمریکا رو امتحان کن. عضلات صورتت رو رها کن، فک، زبان، چشم‌ها همه رو شل کن. شونه‌هات و دستاتو بنداز پایین و ریلکس کن. یه نفس عمیق بده بیرون و سینه‌تو کامل آروم کن. پاهاتو از بالا تا پایین شل کن. ذهنتو خالی کن. تصور کن توی یه قایق کوچیک روی یه دریاچه آروم دراز کشیدی. تکرار کن. فکر نکن. این روش رو خلبان‌های جنگنده استفاده می‌کنن. بعد از کمی تمرین توی کمتر از 120 ثانیه میخوابی. اگه سرچش کنی باور نمی‌کنی که چقدر عجیب عمل می‌کنه. من خودم
قبلا 10 ساعت میخوابیدم و باز هم مثل جنازه بیدار میشدم. بعد فهمیدم اصلا مشکل بدنم نبوده. این ذهنم بوده که خسته میشد. بیش از حد تحریک شده، پر از فکرهای بیپایان، اسکرول، مقایسه، دنبال کردن این و اون. از لحظه‌ای که خوابو جدی گرفتم، همه چیز عوض شد. خواب بهتر، انتخاب‌های بهتر، انتخاب‌های بهتر، زندگی بهتر. اگه میخوای روزتو ببری، اول باید شب رو ببری. تو به خواب بیشتر نیاز نداری، به خواب هوشمندانه تر نیاز داری. صبح زود بیدار شو، هدفتو له کن، مثل یه مینیمالیست بخواب و مثل یه ماشین از خواب پاشو. حالا تو کامنت ها بگو روتین خوابت الان چطوره و از بین همه این ترفندها امشب کدومشون امتحان میکنی. اگه مغزت یه چیز جدید یاد گرفت، دکمه لایک و رک بزن. اگه دنبال ترفندایی هستی که نرم افزار انسانیت رو آپگرید کنه، سابسکرایب یادت نره. تا ویدیوی بعدی هوشمند بخواب، افسانه‌ای زندگی کن.